مقامات امور داخلی شهر دوشنبه پسر و داماد گلشرالی را برای میده اوباشه به 5 روز حبس مأموری محکوم کردند. اما گلشرالی از بازداشت و به حبس گرفتن پسر و دامادش به شدت انتقاد کرده گفت مقامات امور داخلی آنها را شکار کردند. گلشرالی در یک صحبت اختصاصی به رادیوی آزادی از قضیه به سر نزدیکانش آمده بچه‌های طلایی رابطه‌اش با رئیس جمهور و همچنین دوران پیریش نقل کرد. رادیوی آزادی در نخستین سوال از گلشرالی پرسید که چرا پسر و دامادش را به پس پنجره کشیدند. پسر ما دلاور در حقیقت کمبودی دارد، یگان بچه‌هایش به کمبودی نیست، نه که یگان گالاکس و یگان جدا یگان جنجال خوردگی یگان کار کردگی نیستند. اونجا خیلی دیگه آدمو کار کردگی ممکن شما خودتون میدونید، اونا همون فکرایی که شما گفتید ممکن همون درست باشد. یگان کس اونا را دستگیر کرده به شعبه میلیسه و از پلیس دا برآوردن به شعبه میلیسه بردن، گفته خیلی کار شدگی نیست. اونا همینجا برآمده میآیند میدان 800 سالگی ده یک شناسان همون با نام اسلام نمیدونم و فرزند کی است کی نیست، همون کارکنای میلیسه قطعی همونجا جنجال کرده ایستادن، خرخشه کرده ایستادن. خیلی دلاور ماشین من میکند میرود میگه اکا جنجال نکه کارکنای ارگان قطعی یک دستش گرفته یک طرفه میبرد. بعد آمده اون جنجال سخت میخوردن با آمده بعد ماشین خیلی سوار میشود که او اسلام های کده میرود، ماشین شای کده میرود نمیسته. این ملیسه ها بعد اینا میگن که تو بیانات بده از دلاور، میگه ما چی بیانات، من شما رو خلاص کردم که جنگ نکنین، من پشت شما رو گرفتم. نه میگه یا بیانات بده که خیلی بیانات میتم ملیسه را کتیفش میگه اکا یک طرفه بیست های میکنه میرود نه که یگان کس اینا رو دستگیر کردگی نیست، یگان چی کردگی خود چون اختیاران آمدگی هست، اختیاران آمده رفته بیانات میتیم گفتن خیلی برده هم خیلی کار کردن، نمیدونم من چی گپ باشد نباشد، ممکن یگان شکاری از قفای فرزندای ما از یگان چه طرف ارگانو حفظی خوب مقصد ملیسه ها ایشا روزگاه من نمیدونم. خیلی که نصیبه همین خدمت است، نه که باید درجه واهمه کردن ارگانهای حفظی خوب و فکرم به شأن شرف همون نمیزیبد. داماد مونا برآوردن باید کردن، دامادم این شکار از قفای همه هست، گفتن که جای دلاور باشه و داماد چون هم هست گفته این برای اساسا همون داماد اونم خودش بعد تلفن کرد یعنی گفتن خانه چون رفته خودش گفته من میام، بعد خودش آمده و باب در رفته و باب کارکنای او گالون روز گرفته بودن بودم خیلی کار کردن. یگان او بیچاره یگان کس قطعی سلام هم کردگی یگان کس دیدگی نیست، نمیدونم برای چی خیلی کار میکنن. شما رفتید خبرشو گرفتید که در این روزایی که در اون بازداشت؟ نه من نرفتم، من چی میرم، من گفتم گناه کرده باشه جوابشو بگم. سود که قرار برآورد значит دوای گناهکار حساب میشد. ما او رفته اونجا خبر نمیگیرم هیچ وقت. از روی این شرحی که هست ما میبینیم که این بچه‌ها گناهکار نیستن، کوشش کردن که یک خرخشه خلاص کنن آرام کنن. وقتی که در خیلی حالت ما بازداشت شدن و بردن 5 سوتکگی بر اساس قرار سود اینا رو محکم کردن، این چی معنی داره؟ این معنیه که دمو اکراسی که من اینش نمیدونم، هم با فکرم سود گفته است که اینا گناه ندارن، من دلاره میگردونم که کارکنای ملیسه زستاوید کردن سوتک قرار قبول کن. شما حالا یک اشاره خوب کردید که فرزندای ما مثلا شکار میشن از طرف این کارمندای امور داخلی دیگه. چرا باید اینا شکار شدن؟ هدفشون چی است؟ فشار بالای شخصی شماست یا چی است اینجا؟ چی میگذره؟ همین هم میخوایم ما روشنی هم بیانداخته. همین من خیلی نمیدونم برای چی سبب باشد که من اگام کسی کردار نیستم، اگام کسی غیبت نمیکنم، قفاش گپ نمیزنم، من کارم ندارم، من یک نفقه خیر من همین نفقه ما میگیرم با این همین کارهای که با ما وابسته شدگی خیلی همین سنی سال نفقه هم دارم نورا میکنم، زندگی من میبرم. من یگان کس یگان طمع ندارم، یگان التماس هم نمیکنم، پیش یگان کس هم نمیرم. من پیش همین کارگرای حفظ حقوق هم نرفتم که بگم که برای چی بچه مرم کنم. من گفتم که خیلی گناه کرده جوابش بگه. اگر کرده باشه جوابش بگه. خیلی این معنی را ندارد که پسر ایکس منیستر ما بدونم که حاضر ما اینا 7 سال 2013 اینا 5-6 سال نفقه داریم، یگان کارکنی وزارت اومده باشه خبر گرفته باشه، یگان چی من یگان دخل ندارم با این کار. چی من حیران میشم
این خیلی ژورنالیست هم به فکر من می نویسن اکس مینیستر بوده. حتما گفتید که سال 2013 انسولت گرفتید، حالا چه سلامتون؟ سلامتی نغزه حاضر، یکون پرابلم نیست، یکون چی نیست نغز. وقتای خالیتون در کجا میگذرونید؟ غیر از این کابینت خیلی دیدید، باز در کجا؟ تماشا، شکار، چی؟ شکار بسیار پیاده میگردم کوچه های شهر بسیار وظیف شدگی، شهر گل کاری شدگی، بسیار انشاءات های نو شدگی وظیف خود هوای تازه بنا، باغ رودکی، باغ صدرالدین عینی، باغ ایران، باغ جوانان نو شدگی، همونجا در رفته وقت یافتن نوروزگاه و همونجا تماشا کرده میگردم وقتای بکاریم. محترم رئیس، سوال دیگری که از دیروز شما هم شاید دیده باشه در فیسبوک، در سایت ها، وقتی این قضیه پیش شما برآمد درباره همون یک عباره بچه‌های تله‌ای بازم بحث زیاد شد، گویا که همین فرزندان منصبداران بلند مقام چیکاری که خواهم میکنند با کسی خواهم جنجال میکنند، همیشه بحث هم بود. خب نظرتون درباره این چی است که آیا درست است که در تاجیکستان بچه‌های منصبداران کلان راهشان برای وظیفه آسان‌تر است، یعنی تیزتر صاحب وظیفه میشوند و یک بچه عادی دهقان مشکل است برای صاحب وظیفه شدن؟ نظر شما درباره همین من ایشان نمیدونم. بچه‌ها فرزندان ما شخصا تیلایی نیستن، برابر هم دیگه فرزندان دیگه خلقن، همون خیلی کم کار میکنن، یکم بیزنسی تو میکنن، برای وظیفه هم تلاش کردگی نیستن، این وظیفه هم نمیگن. خیلی لازم شود بعد مجبور شدن بعد سر پدر و مادر زور که اومد بعد حرکت میکنن که صاحب وظیفه شوند، کار کنن، زندگیشون رو پیش برن. ای خیلی این منصبداران خیلی که گپ میزنن دروغ. خیلی من شخصا نمیدونم، من برای که یگان جو نرفتم حضور التماس نکردم که فرزند مرا کار بوده یا چی. خیلی مسئله این خدایی هم یکون رول نبازده است در حیات شما، هم خدایی با پرزیدنت یکون رول نبازده است هیچ وقت. خیلی این کاری طبیعت است، این وای ما یکون رول بازی هم نمیکنم. من در یکون جا هم نگفتم که من خدای پرزیدنتم، این خیلی وای هم ندارم. وای دختر و پسر خودشون نزدیدگی خودشون زندگی میکنن، وای علاهیده زندگی میکنن، فرزند دارن. این یکون اکا اشرف حالی در سفارت کار میکردن، خیلی مهاجرا دستگیری میکردن، راستی خیلی مهاجرا مناداری کردن از اکا اشرف وقتی در سفارت کار میکردن. خب حالا از اونجا اومدن به دوشنبه چند بار دیدم چون در کوچه چون زیاد میدم چون حالا در وزارت کار خارجه کار کرده ایستادن، در کمیته انداز در کجا فعالیتشون ادامه داده ایستادن؟ وزارت کار خارجه در کدام ریاستش؟ راستی که من نمیپرسم. رابطه‌های سنگین نه نمیدونم سردار کادرها باشد چی باشد، من نمیدونم. من نمیپرسم چی کار میکنین چی میکنین، همین قدر تاکید میکنم یکم بار بینم، یک ماه یک بار میبینم، دو بار میبینم، خبر میگیرن میگم که ساز کار کنین تمام. یک مسئله دیگر، شما که در جریان همون بحثات بودید وقتی وزیر بودید، مسئله ارتباطات برقی با ازبکستان، اکنون که مناسبت ها خوب شدن، همه اون سال شما گشته به امضا رسید، اون حلقه‌ای که ازبکستان خراب کرده بود و برق به ترکستان داده نمیشه، حالا شما از این چه استقبال میکنید؟ خیلی ما هم برابر دیگر مردم تاجیکستان خرسندیم که من از دولت همسایه با ما دوست برادر باز نقطه های گذرگاه را کشودن. رهبر دولت همسایه ما به دوشنبه اومدن و خوری کردن، یک 27 مسئله را امضا گذاشتن، از آن جمله درباره برق، گاز، همکاری دو طرفه، گشوده شوی، برداشتن و ویزا و از بین. ما خرسندیم که این کارا شد. ما میتونیم که تاجیکستان در فصل تابستان با جمهوری همسایه ما قوه برق تیاد که اونا مرکزهای برق گرمیدگی خود تعمیر کنن، در وقت زمستان اونا میتونن با ما برق تیاد. همین خیلی برآمد پرزیدنت جمهوری ازبکستان هم بود که ما احتیاج داریم به نیروگاه‌های برقی آبی. حالی ما همیشه برو در عرفه ایدی نوروز هستیم، با مردم چی عرض داره، چی تمنا داره، این تجربه سابقه که شما داره چی گفتنی هسته به مردم؟ از بس که ایدی نوروز این فرارسی بهار می باشد، فرارسی کشت کار می باشد و همه مردم تاجیکستان موفقیت آرزو میکنم. بگذار همون
کشت و کارهایی که در فصل سال نو میکنن همینو پر حاصل شود، زندگی مردم ما نقد شود. همه تشکیلات ها از روی ارگان کیای باشه از روی وجدان کار کنن، برای نام نه و از روی وجدان کار کنن. کم میبینیم که جناب عالی وای میکنند، حرمت و احترام میکنند با ارگان های حفظی حقوق، رتبه های بلند داده سازشون خیلی نظارت کنند پاچیناشون که درست کار کنند. این معنی را ندارد که راهبر شدی پاچینان نظارت نکنی. خیلی که ما را میگن که فرزند نظارت نمیکنی، همون وزیر هم کدام وزیری که باشد نباشد و همون کارمنداشون با فرزند صبح باید ما را نظارت کنند که راه بد نروند، مردم شکنجه نکنند خیلی بیهوده و بهوده.